درود با تمام تاجیکان دنیا که این لحظه ما رو میشنوند و با ما هستند. برنامه گفتگو است این لحظه در رادیو مهاجر. مهمان برنامه ما امروز شاعر تاجیک افسر سرمد هستند. خوش آمدید با برنامه ما. سلام و پیام خود را به همه تاجیکان و تاجیکستانیانی که در داخل کشور و بیرون از آن در مسافرت کار و زندگی میکنند میرسانم و سخنان خود را با شعر وطن ای سجدگاه هم آغاز میکنم. وطن ای سجدگاه هم، ز کوهسارت بخواهم استواری، ز هر سنگت بخواهم بردباری، بیاموزم حدیثی سربلندی، متانت جان سپاری پایداری. صفا بخشد دلم باد و هوایت، مرا بخشیده خاکت خاکساری، ز آب نقره آسای و زلالت، به دل افتاده حسن بیغباری. دیاری آرزوهای جوانی، دیاری عاشقی و انتظاری، دیاری سر و اسرار طبیعت، دیاری آبهای شوخ و جاری. وطن ای سجدگاهم سجده آرم، و هر سنگی و خاری که تو داری. از وطن آغاز کردن سخن من معنای آن است که ما تاجیکان در کجایی که نباشیم باید همیشه در یاد وطن، در یاد مادر، در یاد پدر و خویشان و نزدیکان و زن و فرزندان باشیم و دوستان و نزدیکان و هموطنان ما که در شهرهای دنیا در مهاجرت عمر به سر میبرند همیشه در یاد وطن هستند و تاجیکستان عزیز را همچون سجدگاه همیشه در یادش هستند. در گلگل شکوفایی و آبادانی آن سهم مهاجران مهنتی ما و دوستانی که در خارج های کشور حیات و زندگی به سر میبرند کار میکنند به حد زیاد است و من باوری دارم که هر یک تاجیک و تاجیکستانی که در شهرهای مسافرت حیات به سر میبرد در دل او مهر وطن همیشه جاویدان است. شعرهای شما بیشتر به وطن بخشیده شدند. هر شخصی وطن دوست البته به وطن خود مهر دارد. مهر وطن در دل شما، یعنی مهر وطن در دل شاعر چگونه است؟ اساساً میگن که وطن از گهواره سر می شود، لیکن به فکر من که وطن از بطن مادر سر می شود. برای که وقتی که ما قدم های اولین را میگذاریم بعد میگن که وطن آن جایی که خون نافت ریخته است و وطن را هر یک انسان صاحب دل، خویشتن شناس، وطندار باید دوست دارد و امروزها که تاجیکستان عزیز ما گلگل شکوفان دوران 28مین استقلالیت دولتی را به سر گذرانده ایستاده است و روز به روز آباد و زیبا گردیده ایستاده است. من فکر میکنم که هر یک تاجیک و تاجیکستانی باید افتخار از وطن، افتخار از ملت، افتخار از تاجیک بودن خویش کند. خب این شب روز مردم از گرانشوی نرخ محصولات خوراکه در بازارهای تاجیکستان شکایت کرده ایستاده است. گرانشوی نرخ محصولات خوراکه شما را نیز بی‌طرف نمانده است. یک شعر نوشته اید شما در این موضوع. این لحظه میخواستیم این شعر شما رو بشنویم و خوب میشد اگر از تاریخ نوشتن شعر مذکور شنوندگان رو آگاه میکردید. راستی گپ وقتی که من کتاب رساله دلکشای استاد عبید زاکانی را از زبان فارسی به تاجیکی برگردان میکردم، در آنجا رساله 100 پند بود که در همان جا یک مصرع به چشم من برخورد. در آنجا نوشته شده است که راستی و انصاف و مسلمانی از بازاریان مطلبید. همین یک دو مصرع سخنان عبید زاکانی سبب شد که من دو شعر ایجاد کنم و در شبکه‌های اجتماعی بسیار بحث و مناظره ها شد. بسیار نه هر کس، نه هر یک تاجر، نه هر یک بازار میشتگی انسان ها انصاف و ایمان را گم کردن، لیکن وقتی که سخنانی که 100 ساله ها پیش نیاگان ما گفتن امروز هم به چشم میرسد. بینید که در
بعضی دولت‌های مسلمانی دنیا وقتی که روزهای عید رمضان و قربان فرا میرسد، مردم به خیر و سخاوت و ارزان کردن نرخ و نوا در بازار شروع میکنند. در ما هم هستند تاجرانی که به خیر و سخا مشغول هستند، لیکن کم و اندر کم هستند. وقتی که در عرفه این دو عید و بازار می روید میبینید که نرخ و نوا به اوج کیهان رسیده است. برای همین اگر اجازت باشد من همیشه بازار دنیا رو قرائت کنم. خوب، ما آماده. شنو از من نصیحت ای برادر، مکن خود را به سوداگر برابر. مسلمانی مجو از صحن بازار، نه صدیق و به انصاف و نه ابرار. چو اینجا مسکنی فسق و دروغ است، دروغ این دشمنی علم و فروغ است. اگر چنده بیابی مال دنیا، همان نیک و بدی اعمال دنیا. ز نیرنگ و فریب و فند تاجیر، ز بازاری نیابی مال طاهر. ایا سوداگرانی بی مروت، همه پابسته این مال و ثروت. کجا شد در شما انصاف و ایمان، کجا آدمگری و صدق و وجدان. و وقتی عید فطر و عید قربان، رسد نرخ و نوا تا اوج کیهان. هر آن وزنی که دزدی دست میزان، هر آن وزنی که دزدی دست میزان. بپرسندش به وقتی کندن جان، بپرسند آن زمان از نرخ بازار. فریب تاجران مردم آزار، نیابیدش علاج آن دست چاره. اگرچه توبه ها دار آرید و زاره. ز آهی بی کس و بیچاره ترسید، ز هر مال حرام همواره ترسید. ز روی حق نهادن نرخ بازار، حذر باید بکرد از رنج و آزار. دعا دارم من از درگاه یزدان، که بخشد بر شما انصاف و ایمان. روی سرمد اگر بازار دنیا، بشو هوشیار از آزار دنیا. تشکر. یک نکته رو میخوام قید کنم که گرانشوی نرخ‌های محصولات خوراکه بیشتر پیش از عیدهای رمضان و قربان دیده می شود. برای من تا حال نافهمو است برای چی محض پیش از همین عیدها نرخ محصولات خوراکه گران می شود. اساساً مردم تاجیک بسیار دسترخواندار هستند و نوبسته از آن است که تنظیم رسم و آیین‌ها جاری است. در روزهای عید قربان، عید رمضان دسترخوان می آورند و داراییشان را برای خریداری کردن یک میوه و سبزیجات و دیگر شیرینی ها صرف می کنند که دسترخوان عیدانه آورده‌اند. و شکر خدا که بعد از وارد شدن قانون تنظیم رسم و آیین‌ها، رسم و مراسم ها، دسترخوانداری های خراجات های به سابقه کمتر شده ایستاده است و وقتی که خریدار کم شد، البته سوداگران بازار هم ممکن است که نرخی مال و محصولات خوراکه را زیاد نکنند و امیدوار هستیم که به دل آنها خداوند رحم اندازد و انصاف و ایمان را فراموش نکنند و نرخ و نوا را به اوج کیهان نبردارند. آن نفرانی که برای بارا دادن دسترخوان خود در عیدهای رمضان و قربان مبلغ زیاد صرف میکنند، من در نظر دارم آن عائله‌هایی را که پیوندانشان در مهاجرت قرار دارند، شاید آنها بخبر از آن باشند که مهاجران تاجیک با عذاب و مشقت مبلغ به دست میارند در غریبی. البته خبر دارند، ممکن خبر دارند که چی است، لیکن ما تاجیکان یک چیزی هستیم که همسایه از ما زیادتر کرد همسایه نخندد میگویند و کوشش میکنند که دسترخوانشون از دسترخوان دیگران زیباتر و زیادتر و موادتر باشد. لیکن اساساً سبب قبول گردیدن قانون درباره جشن و مراسم ها همین است که ما زیاده خرجی نکنیم و مبلغ‌های خود را برای آموزانیدن فرزندانمان، برای علم آموزی و خواندن فرزندانمان، برای آباد کردن خاندان آنها صرف کنیم و خوشبختانه از روی معلومات ها سالهای آخر از حساب به تنظیم در آوردن جشن و معرکه ها و مراسم ها خیلی مردم
سطح بضاعتشون بالا رفته ایستاده است و باوری دارم که در آینده نیز این قانون تاثیر خود را میرساند و مردم هم میفهمند و خرج و خراجات های بیهوده نمیکنند. خوب، ماه августи соли ҷорӣ устод Сайдалӣ Саид аз олам чашм пӯшиданд. ман устодро аз рӯи ҳамон барномаи Саиди маънӣ мешиносам, чунки устодро ба ҳамон барнома бисёр даъват мекарданд ва суханронии он касро дида ҳавасам меомад. шумо бо устод Сайдалӣ Саид ҳамсӯҳбат шудаед. устод Сайдалӣ Саид аз назари шумо чӣ гуна инсон буданд؟ تشکر برادر عزیز. استاد زنده‌یاد حاجی سیدعلی سعید را من سالهای 90 عصر 20 توسط کتاب اولین تفسیر زرنگارشان که قرآن شریف را با شعر انشا کردگی بودند و بعدتر وقتی که بعد صحبت معقول شد قسم زیادی اون را به اتمام رسانیدگی بودند و آرزو داشتند که با خطی نیاگان آن را به چاپ رسانند و بعدتر من استاد را از برنامه فرهنگی و عرفانی سعید معنی که استاد اشعار حافظ، بیدل و دیگر کلاسیکان ما را تفسیر می‌کردند بهره می‌برداشتم و منتظم این برنامه را تماشا می‌کردم. شناسایی استاد سیدعلی سعید با من توسط شبکه‌های اجتماعی صورت گرفت و ما صحبت‌های تلفنی و توسط شبکه‌ها خیلی زیاد صحبت‌ها داشتیم. بسیار شادروان، زبان شیرین داشتند، بسیار انسان نیکو بودند. روز 3 آگوست سال جاری ما با پیشنهاد دوستم عبادالله صالح یک باخوری دوستانه گذراندیم که در محله یکچینار شهر دوشنبه صورت گرفت. من، استاد ابراهیم نقاش، استاد خیراندیش و عبادالله صالح با استاد زنده‌یاد حاجی سیدعلی سعید در این محله باخوری دوستی برگزار نمودیم و این محفل راستی گپ زیاده از 6 ساعت ادامه یافت و فقط سخن درباره ادبیات، علم، ادب و درباره هویت ملی، درباره خویشتن شناسی، درباره وطنداری بود و بسیار صحبتی خاطرمان شد. استاد بسیار خرسند شدند و پیشنهاد نمودند که این محفل ها ادامه دهیم و استاد ابراهیم نقاش پیشنهاد نمودند که کتاب مشترک بیاض 5 گانه نشر نماییم و همگان این اقدام را دستگیری نمودیم و تکلیف استاد سیدعلی سعید را به نظر گرفته استاد خیراندیش پیشنهاد نمودند که هفته آینده یعنی 10 آگوست سال جاری معرکه خانه‌دارشوی فرزندشان برگزار می شود و ما را دعوت نمودند که آنجا بیاییم و صحبتمان را آنجا ادامه می دهیم. صبح 10 آگوست هوا بسیار پرغبار بود، هوا بسیار غمناک بود و من صبحی بر وقت به استاد سیدعلی سعید زنگ زدم و کمی صحبت کردیم. بسیار خوشحال بودند و مصلحت کردیم که یک ساعت پس ساعت‌های 9 همراه به معرکه می رویم، ولی نصیب دیدار نبود است. در وقتی وعدگی من نزد منزل استاد آمدم و زنگ زدم ولی تلفن خاموش بود و بینید که بعد از چند فرصت زمین همون روز زمین 2 بار لرزید و خبر مرگ استاد یک باره تمام دوستان و هوادارانشان را در داخل کشور و بیرون از آن به لرزه و ماتم در آورد. باد اجل آمد و او از بری ما رفت، ناکرده ودای به همه نزد خدا رفت. و بعد چند تلفن من صدا داد و گویا که در برابر لرزش زمین دل من به لرزه در آمد و تلفن استاد سیدعلی سعید بود و گوش را برداشتم که دخترشان گفتن که پدر درگذشتن و من با نام غم صدا یک مرثیه ایجاد کردم. اگر اجازت باشد قرائت کنم.
اجازه است ولی می‌خواستم یک چیز رو عنوان کنم. یعنی شما با استاد سیدعلی سعید چند ساعت پیش از غلام گذاشتنشون هم صحبت شده بودید؟ ما شام صحبت کرده بودیم، مصلحت داشته بودیم که صبح یک جای می رویم و شام خیلی صحبتی دراز تلفنی هم داشتیم. صحبت از علم و ادب و فرهنگ بود و مصلحت داشتیم که صبح یک جای و معرکه می رویم و من نزد خونه شام می بیام و همراه گرفته و معرکه می روم. و متاسفانه وقتی که با پیوندانشون هم صحبت شدیم، اون صبح بعد از بازی کردن میبرن لباس های بهترینشون میپوشن و به نزدیکانشون میگوین که حاضر سرمجام میگوید ما به معرکه خیراندیش میرویم و من ممکن دیرتر بیایم اونجا با صحبت داریم، صحبت های دوستانه داریم، دیرتر میبایم گفته لباس های بهترینشون میپوشن و انتظار ما میشون و خیلی میشود که همون یک و یک باره فشارشون بلند میشود میچه دکتر دعوت میکنن و یک و یک باره عالم را پدرود میگوین و ما همه حیران شده موندیم که خیلی استاد نو صحبت کردیم و از بین ما رفتن و همین تقدیر و قسمتشون بوده است. سحر یک باره گوشی غم صدا داد، قلم بشکست و از دستی من افتاد. خبر آمد به هنگام سحرگه، که ناگه ترک ما بنمود استاد. سما پر از غبار و غم بگردید، زمین لرزید و دل آمد به فریاد. دیگر بر یاد او غرقاب خون شد، چو آوردم به حسرت من ورا. و وقتی رفتنش ما زار و نالان، ولی او ساکت و زیبا بود و شاد. ثنا بادا به نام این سخنور، ثنا بر مادر کو مرور آزاد. دعا سرمد بگویم از برایش، مکانش جنت و خلدی برین باد. روحشان شاد باد. این لحظه میخواستم و ببخشید و ما دوستان در معرکه چیلی استاد الکی کتابی بیاض پنجگانه را با شعرهای استاد، با شعرهای من، استاد خیر ابراهیمی نقاش و عبادالله صالح و نشر رساندیم و از آن جمله یار و دوستانی که مرثیه ها نوشته بودن در ماتم استاد سیدعلی سعید، همه مرثیه ها را در این بیاض پنجگانه به نشر رساندیم. گرچنده که مقداری کم من به نشر رسیدگی باشد، به یار و دوستان رساندیم که خاطره از این واخوری اولین و این واخوری اساساً واخوری اولین و آخرین من بود. حتی استاد نقل کردن که تنها یک مرتبه با استاد خیراندیش واخورده بودن، با دیگری ما توسط تلفن و شبکه‌های اجتماعی صحبت داشتن. یادشون بخیر و آخرتشون آباد باد. این لحظه میخواستم کمی درباره جوانان حرف بزنیم. جوانان تاجیک رو ما با شعر تربیت کرده میتونیم؟ البته ما میبینم که در شبکه‌های اجتماعی جوانان ما بسیار فعال هستند، بسیار بحث و مناظره هم میکنند و به سبب هم پیشوای معظم ملت، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سهم جوانان را در رشد نموی تاجیکستان عزیز همیشه بالا برداشته ایستادند و جوانان ما را آینده ملت و دولت میگویند و من باوری دارم که جوانان ما در کجایی که نباشند در روحیه وطنداری و خویشتن شناسی، در روحیه وطن پرستی و ملت پرستی فعالیت نموده، در کجایی که نباشند برای رشد و نموی تاجیکستان عزیز همیشه صافدلانه خدمت و زحمت میکشند. تقریبا 2 ماه پیش 2 جوان تاجیک جان خود را در کوچه های دوشنبه از دست دادند. آنها از ضربه کارد جان خود را دادند. امروز همان جوانان کاردزن و کاردکش را با شعر تربیت کرده میتوانیم؟ اساساً امروز سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان درباره خواندن کتاب
حتی امروزها آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی جنبش شده ایستاده است که بسیار جوانان در آن اشتراک کرده، بعضی‌ها غالب آن هم شدند و از این معلوم است که جوانان ما در کتاب و کتابخانه بسیار فعال هستند. لیکن یک چیز را باید قید نمود که امروز معاصر شوی جهانی و خیلی که میگن گلوبالیزاسیا تاثیر خود را به روحیه جوانان نیز رسانیده ایستاده است. اصلا گیریم اگر همین اینترنت یک چیزی است که اصلا گیریم هر یک چیز طرفی خوبی دارد و طرفی بدی دارد. همین اینترنت هم طرفی خوبی دارد، طرفی بدی دارد. لیکن متاسفانه جوانان معاصر ما امروز بسیارتر طرفهای نازک، طرفهای که به نفع آنها و به نفع جمعیت نیست آن را استفاده میکنند. با صحبت‌های بیهوده وقت خود را میگذرانند و بینید که توسط اینترنت ممکن است که کتاب‌های خوب خواندن، شعر خواندن، حکایه‌ها خواندن، رمان‌ها خواندن، پاویس‌ها خواندن و آموختن زبان‌ها هم در اینترنت بسیار برنامه‌های جالب هست. نه تنها زبان، هنر، دیگر چیزها را توسط اینترنت یگان استاد یگان چیز بسیار چیزها را آموختن ممکن است. لیکن متاسفانه این جوانان ما را بی‌راه می‌کردگی بسیارتر فیلم‌های خارجی است. امروز بینید که سریال‌هایی که کشورهای خارجه در دنیا پهن میکنند تمام جوانان را به خود جلب کرده است و بی‌صبرانه هر یک قسمت آن را انتظار هستند، تماشا میکنند، هم وقت خود را به بیهوده صرف میکنند و هم همین ناخوشی هایی که شما گفتید بسیارترش رو از همین فیلم ها. از روی شنیدی من بعضی همین فیلم ها رو همون کشوری که استحصال میکنه در کشور خودش نمایش نمیکرد. این هم یک چیزی که از مبارزه اطلاعاتی و ویران کردن مغز جوانان است. من باوری دارم که جوانان ما از ادراک هوشیاری و ادراک که خود را از دست نمیدهند و از هر گونه چیزهای بیهوده دست میکشند و رو به علم و معرفت و فرهنگ میبرند. خب تاجیکان عالمان و شاعران زیادی دارند که در تمام دنیا مشهورند. سعدی، رودکی، حافظ، سینا، خیام، رومی و دیگر بزرگان ملت تاجیک را در هر کشور عالم میشناسند، چون که هر سخن این بزرگان پند است برای بشریت. ما تاجیکان از بزرگان خود پند گرفتیم. ما تاجیکان امروز از روی سخنان سعدی، حافظ، رودکی، رومی و دیگر بزرگان ملت تاجیک عمل کرده استادیم. البته هر یک سخن، هر یک قدرتی که دارد ما رو از خونهش بیرون میبرد میگن. البته جوانان ما از پند پیران، از پند نیاگان خود، از پند شاعران و نویسندگان کلاسیک خود همیشه بهره‌ور میشیم و خیلی که گفتم این جلب جوانان به کتاب و کتابخانه هم یکی از راه‌های آن است که جوانان آموزند و پند نیاگان را به گوش گیرند و به همون عمل کنند. به گفتش برای من هم بعضی وقت کوشش میکنم که بعضی مصرع‌های کوتاه، 4 مصرع، قطعه، رباعی، 2 بیت‌ها نویسم و این هم پندی شود برای جوانان و خوشبختانه در شبکه‌های فیسبوک بسیار جوانان میخوانند و فکر خود را مینویسند و بهای بلند میتونن به این 4 مصرع‌های من. خوب، برمیگردیم به موضوع مهاجرت. از نظر شما سهم مهاجران تاجیک در رشد تاجیکستان چگونه است؟ خیلی که پیشتر گفتم مهاجران تاجیک هر یک دم و نفسشان، هر یک شب و روز در یاد وطن هستند و همیشه با وطن هستند و همیشه سهم خود را رسانیده ایستادند در آبادی. خیلی که همه روز ما از اخبار عموم میفهمیم در راه و پل‌ها، در محله ها، آبادی محله های خود همیشه سهمگزار هستند و من هم شاهد آن هستم که بسیار وقت اگر در یگان دیهات راهی را
آباد کردنی شوند یا که پول را از نوسازی یا بنیاد کردنی شوند، حتما زادگان این محل در مهاجرت کاری باشند، سهم خود را دست جمعانه میرسانند و آبادی دیار و وطن را همیشه تحت نظارت میگیرند و سهمگزار هستند. من باوری دارم که در آینده هم جوانانی که در مهاجرت مهنتی هستند، هم دیاران ما، همیشه به وطن و دیار خود خدمت میکنند. شنوندگان عزیز، برنامه گفتگو به آخر میرسد. یادآور میشم که مهمان امروزه ما شاعری تاجیک افسر سرمد بودند. بار دیگر خوش آمدید به برنامه ما. تشکر. من هم باوری دارم که صحبت‌های ما ادامه می‌یابد و با مردم تاجیکان و تاجیکستانیان و همدیاران عزیز ما همیشه در صحبت می‌شویم و سهم رادیوی مهاجر در بلند بردن سطح وطن دوستی و خویشتن شناسی جوانان تاجیک در مهاجرت کار و زندگی میکنند بسیار کلان میشود و در آینده نیز بسیار صحبت‌های پرمعنی ادامه می‌یابد و ما همکاری را ادامه خواهیم داد. همه همیشه سلامت و سربلند و خانه آباد و سعادتمند باشید. برنامه را می‌خواستیم با شعر به انجام برسونیم. از همین لحاظ خوب میشد اگر شما یک شعرتان را قرائت میکردید. تشکر. من بسیار وقت از حال مهاجران مهنتی باخبر هستم و یک چند مرتبه در شهرهای روسیه سفر هم داشتم، با آنها باخوری داشتم و یک چند شعر نوشتگی هستم که درباره مهاجران هستند و صحبت‌های آنها را گوش می‌کردم و یک دوستی من نقل کرد که هر وقتی که به تاجیکستان می اومدم مادرم ما را پیشواز می گرفتن و بار بعد از آن که مادرم درگذشتن و وطن آمدم دیدم که دروازه مادر بسته است و همین نقل دوستم را شنیده از نام مهاجران مهنتی یک شعر غریبی دلخسته نوشتم. اگر اجازه باشه قرائت کنم. بله، گوش میکنم. دل خسته و تن خسته و جانم خسته، از ملک غریبی آمدم دل خسته، بر حوله مادرم رسیدم اما در بسته و دروازه مادر بسته. ای وای کجایی مادری ره نگرم، فرزندی عزیزت حسیدم بنشسته، سر بر سری زانویت نهم بار دیگر، پیش قدمای تو نهم گل دسته. افسر چه کنم که مادرم نیست دیگر، مرغی طربم از قفسی دل رسته، صندوق دلم ز غم فراریز شده، پیمانه شیشه دلم بشکسته. باز دو شعر دیگر دارم، یک عرض مسافر است و دیگری خامه بشکسته مهاجر و اگر لازم شمارد قرائت کنم و آماده گوش میکنم. خامه بشکسته مهاجر. خامم بشکست از سوز و غمی پیمانم، تا نویسم من به مادر روی دفتر نامم، تا که داند مادرم من در غریبی دایما، در دلم دارم همیشه مهر او هم خانم. تا رساند و سلام این دلی سرشار عشق، دختری همسایه را کوه است آن جانانم، تا بداند دخترک از مادرم احوال من غریبم در سراغ آب و نان و دانم. می بیایم در بری آن مادری ره انتظار، چون که در این مرز و بوم من بی کس و بیگانم. جهل بیرمودم نویسم نامم را تا اخیر، بسته من با لطه محکم یا میخوامم. با عذاب من به مادر نامم کردم تمام، قول دادم که بیایم یک زمان بر خانم. شعر دویمم عرضی مسافر است. مسافر هستم و دو پا به زنجیر، شدم دور از وطن با حکم تقدیر، جوانم لیک در شهری غریبی، شدم از غصه و غم بر محل پیر. غریبی ها نصیبم گشته بوده است، شدم در یاد مادر زار و دلگیر. ز حال مادری بیمار و پیرم، نبتوانم خبر گیرم چه تدبیر. دلم خون گشته از عشق و جدایی، همی دلبر گذشت از سینه چون تیر.
به یاد دلبری ره انتظارم، نویسم روز شب حسرت به تقصیر. شدم دلگیر از دستی غریبی، ولیکن بر کسی نگشادم این سیر. گذشتم از زر و از مال دنیا، پدر جان بر وطن می آیم آخر. سلامت باشید. تشکر، سپاسگزاریم. شنوندگان عزیز، برنامه ما به آخر می رسد. با شما بودیم من مهرزاد شریفزاده و مهمان ما افسر سرمد. خانه آباد و سربلند باشید و همیشه با رادیوی مهاجر باشید.